اما آن چیزی که در استحاضه خونروی غیر عادی وابسته است. نشانه های فرق کردن خون حیض از خون استحاضه کدام هستند؟ از نشانه هایی که به آنها میتوان خون حیض و استحاضه جدا کرد، رنگ خون حیض سیاه چوب است، اما خون استحاضه رنگی روشن‌تر است. بوی خون بدبوی است از حیض، از دیگر خونها فرق میکند. همچنین جاری شدن خون روانیش در خون دوره ماهانه و خون ماهانه خون استحاضه چنین نیست. و خون حیض دردهای پیشکی دارد، عادت موجودند، اما استحاضه مانند آن نیست. اما آیا استحاضه خون استحاضه روزه ها را ویران میکند؟ خون استحاضه بر نماز و روزه انسان تاثیر نمیبخشد. زن عبادت را انجام میدهد و همچنین از جماع هم منع نمیشود. اما زنی که در حال استحاضه قرار دارد چگونه نماز میخواند و کی روزه میگیرد؟ وی باید با اندازه عادت پیشینه اش که پیش از این حادثه آمده بود، او باید با اندازه عادت پیشینه اش که پیش از این عادت داشت، پیش از این حادثه بود، نماز رو میگذاشت، نماز رو ترک میکرد. مثلا اگر عادت دورهش در اول ماه 6 روز بود و عادت ماه دوم 6 روز، ماه سوم 6 روز، در این نه نماز است نه روزه است. هنگامی که این روزها تمام شدن غسل میکند، که قاق شد غسل میکند، پس نماز میخواند و روزه میگیرد. اما نقطه دیگر آنچه که بعد از نفاس است، خونروی بعد از تولد، بعد از به دنیا آوردن کودک یا افتیدن آن. حالت نفاس بر همگان معلوم است که بعد تولد کودک آن خونه که میآید آن نفاس از پاکسازی که هست. پس چگونه فهمیم که خونه که بعد از افتادن جنین میآید نفاس است یا برای حکم روزه را دارد یا که نه؟ اگر زنی حامله، زنی که در حالت حاملگی قرار دارد، آن جنینی که شکل گرفته است، نشانه های عضوها در او پیدا شده است، مثل سر، دست، اگر از او سقط شود، از او بغلطد، از او کودک، خونی و خونی استحاضه، خونی نفاس حسابیده می شود. اما اگر چیزی افتاد، تنها علاقه یک پارچه گوشت باشد، گوشت پاره باشد و نشانه های از آفرینش از انسان در اون روشن نباشد، این خون خونی فساد است. این خونروی بیماری حساب می شود. در این حالت زن نماز میگذارد، روزه می دارد. پس این را ما باید چگونه معلوم کنیم؟ چگونه این معلوم می شود؟ علماها جنین را اگر که از 3 ماه بالا شده باشد، سقط شود بغلطد، آن خون را بر حکم نفاس حساب کردند. اگر از این پایین باشد که به شکل انسانی پیدا نشده است، آن را به خون نفاس حساب نکردند. آیا زنی حامله حیض میبیند؟ نه، زیرا زنی حامله الکی باردار شده است. برای همین زنی حامله دار را با قطع شدن حیض میشناسند. و راهنمایی شریعت درباره خونی که از زنی حامله میبراید چیست؟ و حیض را الله سبحانه و تعالی برای حکمت آفریده است و حکمت آن برای غذای جنین در شکم مادرش است. این حیض یا غذای جنین در شکم مادرش طول این وقت قرار میگیرد. برای همین گاهی میشود که شاید این برای اون حالت ناگهانی این خون براید. اینا خونروی بیماری، خونروی استحاضه میگویند. او را نماز و روزه من نمیکنه در این حالت. پس زنی که بعد از سقط، غلطیدن یا پاکسازی، بعد از غلطیدن و پاکسازی آن آیا میتونه روزه بگیرد؟ اگر این سقط، این غلطیدن اگر کمتر از 80 روز باشد، گفتیم 3 ماه، اگر 80 روز کمتر باشد، این خونه که از او میبارد او رو از این عبادت من نمیکند و این تازه کنی هم دلیل پاک شدن رحم و قطع کردن خون است. پس میتونه نماز و روزه رو بدارد. آیا زن پیش از 40 روز، غالبا زن باید 40 روز حیض بیند، نفاس بیند، اگر پیش از 40 روز پاک شد، آیا بر اون نماز و روزه فرض است؟ بله، بر او واجب است. هر قدری که 1 هفته اگر که نفاس دید، 2 هفته نفاس دید، 1 روز نفاس دید، پاکیزه شد، برای وی لازم است که روزه را بدارد. اگر تولد کردن با قیصری، با جراحی شدن شکم باشد و از زن یا خون خیلی کم براید یا که تماما خون نباشد، حکمش چیست در این حالت؟ پس انها منع بودن نماز یا که روزه واسه بر بودن انما خون است. مادامی که خون نباشد، پس نماز روزه را غسل کرد، نماز روزه را میخواند، آغاز نماید. پس آن خونه که در طول نفاسش از زن برآمد، بعد از کامل شدن 40 روز از زن خون دیگری که برآمد ادامه یافتن گرفت، پس در این حالت زن چیکار نماید؟ اگر تا این 40 روز را برد، برای زن لازم است که در این حالت روزه ندارد و نماز نخواند. اما اگر از این گذشت، در این حالت انسان غسل نموده نمازش را شروع می‌نماید. اما تا این 40 خون نفاس حسابیده می‌شود. اما نکته دیگر می‌شود که اگر خون برای زنی که در حالت نفاس قرار دارد بعد از 40 روز هم ادامه بیابد،
آیا نماز میخواند؟ گفتیم بله پاکیزه کرده نماز میخواند. اینجا مسئله دیگری میشود که اگر خون با او بعد از این 40 روز که باقی مانده است، اگر آن خون با عادت حیض پیشینه زن اگر موافقتی نماید، پس او زن در حالت حیض زن حائض حسابیده می شود. اگر با عادت حیض پیشینه‌اش موافق نآید، علما اختلاف کردند. بعضی گفتند که غسل کند، نماز را بگذارد و روزه بدارد، حتی اگر خون هم جاری شود مکان را پوشیده و عبادتش را انجام میدهد. بعضی گفتند که نه، تا 60 روز اگر خون آمد این هم حسابیده می شود. گفتند بعضی از علما، الله اعلم. و گفتم باید شاید چی بسا کمی زنهایی هست که تا 60 روز هم غسل نفاس ببینن. الله داناتر است. این است مسئله آنچه که وابسته بر زنها بود در بیان روزه آنها و روزه‌داری آنها در حالت حیض و نفاس و استحاضه. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.